اتک آن تایتان یه انیمه خیلی محبوب ژاپنیه که حتی تا همین امروزی که من این ویدیو رو دارم میگیرم هنوز میشه گفت که فکتاش هم تموم نشده. فکر کنین چی میشه اگه بخوایم دنیای اتک آن تایتان رو با ماینکرافت ترکیب کنیم؟ توی این سری من سعی میکنم هر چقدر که میتونم داخل ماینکرافت توی دنیای اتک آن تایتان با گیم مود هاردکور زنده بمونم و توی این راه 3 تا هدف مهم دارم. 1. کشتن 100 تا تایتان. 2. تبدیل شدن به یکی از تایتان‌های شیفتر. و 3. رفتن به مارلی اوتپوست و نابود کردن کمپ مارلی ها. پس خیلی ممنون میشم که این ویدیو رو لایک کنین، کانال منو سابسکرایب کنین و یه دونه کامنت کوچولو برام بذارین. امیدوارم لذت ببری عشق داداش. اسم ورد رو میذاریم تایتان کده. اینا هم که دیگه چیز خاصی نداره و بریم تو کارش. اوکی، سلام علیکم. تایتان اسپان کرد که ولم کن نیا سمت من، بذار برسم بعد بیا دلقه. چقدر لگم. خب لگم خوابید، کمتر شد. اونجا داره ویلیج اسپان میکنه. نونمون تو روغنه. پس بچه این یکی از سخت‌ترین گیم موداه و خب وای 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 حاجی داره میاد. اوکی این در مورد این در مورد سایتشونه. قبل اینکه این برسه باید اینا رو سریع چوب کنم. بعد اول از همه چند تا خوک بکشیم چون این دفعه خیلی غذا مصرف میشه. و بعدی که این گیم مود داره اینه که ما نمیتونیم از شمشیر استفاده کنیم برای کشتن تایتانا و فقط هم باید با دستگاه مانو سه بعدی بکشیمشون که خیلی کار منو سخت میکنه. سریع چند تا حیوان بکشیم تا ما رو ندیده. وای 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 خیلی وحشتناکن اینا. حالا درک میکنم ارنجی کشیده بود. یکی از راههایی که میشه راحت فرار کرد همینه که بیای زیر قارا، چون تایتانا انقدر بزرگن که فکر نکنم اینجاها بتونن رد بشن و نمیتونن با دستاشون بگیرنت. وای یه دونه تایتان اسپان کرد سمت من. نه یا فقط حالا بعد برم پایین یه خورده آیرن جمع کنم. این کتاب دستورالعمل ساخت وسایلیه که ما میخوایم و خب این یه سری توضیحاتی که من قبلا اینا رو خوندم و اینکه چه جوری بعد تایتان رو بکشیم و در مورد کتاب داره توضیح میده و میرسیم به انواع تایتان و ساخت دستگاه مانو سه بعدی. 2 تا آیتم بعد بسازیم. یکی خود دستگاهه که بعد بذاریم توی آفندمون و بتونیم تنمون کنیم در واقع، و یکی هم یه دونه شمشیره، یه دونه از اون شمشیرایی که تو خود اتک بود و همونطور که می‌بینی این دسته نداره چون باید دسته‌هاشو با اینا درست کنیم. 3 تا آهن جمع می‌کنیم بهمون 3 تا میله میده. حالا اینجا زده یه دونه میله ولی 3 تا میله بهمون میده و حالا فکر کنم باید آره دیگه بعد با اینا شارژ کنیم. خود دستگاه با همینا شارژ میشه، خود تیغا هم با همین شارژ میشه. اینم در مورد کشتن تایتانه که میگه باید بری پشت گردنشون بتونی ضربه بزنی بهشون. اینم که زره هاشه، ولی حالا زره هاشو ما فعلا نیاز نداریم چون زره هاش چیز مهمی نیست، فقط جنبه تزیینی داره. یکم سنگ بکنیم. بریم غذامونو برداریم سریعتر اینجا بریم. حالا ویلیج کدوم ور بود یادم نیست. قبل از اینکه ویلیج پیدا کنم بعد توی سریع ترین زمان آیرن جمع کنم. وای چقدر صداشون بده، چقدر خوک اینجاست. غذا چند روزم تامینه. قبل اینکه تایتان اسپان بشه بعد اینا رو بکشم. بچه این نقطه ضعفی که اینا دارن اینه که زیر آب نمیتونن بیان ولی روی آب خیلی سرعتشون زیادتره. من قبل اینکه برسه بهم بعد برم سمت ویلیج. بودو وای 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 اومد گرفت منو. اومدم این زیر. یه نکته دیگه هم اینه که تو شب تایتانا کمتر اسپان میشن و اومد پایین. وای منو زد. الان باید فقط سعی کنم برم اونجا و از این دیوار رد بشم. اگه از این دیوار رد بشم کامل میتونم جون سالم به در ببرم چون توی ویلیج احتمال اسپان شدن تایتانا تقریبا میشه گفت 0. اوکی وقتش از این سوراخ بیام بیرون و سلام، بالاخره نجات پیدا کردم. ادوانسمنتش هم گرفتیم. بچه یه چیز جالب اینجا ویلیج پلینزه ولی چون یه قسمتش اومده بود تو بایوم اسپروس یه دونه خونه اسپروس اینجا اسپان شده و آخ جون پامکین پای. اوخی اروین او سوفیا جولیان. اوکی یکی از کسایی که قدرت تایتانا رو داره. این یکی از تایتانا شیفتره. اینجا اطلاعاتی در مورد شیفترها بهمون داره میده.
خلاصه این کتاب این بودش که باید یه دونه سرنگ بگیریم دستمون و تا جایی که من میدونم اینه که بعد بریم پشت گردن تایتانا و کلیک کنیم تا بتونیم مایه نخاییشون رو بکشیم بیرون و بعد بیایم یه دونه از این شیفترها جلو خودمون دست و پاشو ببندیم، تبدیل بشیم به یکی از تایتان‌های خالص، بخوریمش. اون موقع است که ما میشیم شیفتر. به نظرم فعلا برم بخوابم، فردا شب بریم دنبال نخ. یه چیزی که هست اینه که میتونیم با کشتن گربه ها فکر کنم نخ بگیریم. ایول نخمون جور شد. ولی خب یکم احساس گناه دارم. گبی این دورو ور نیست من بگیرم مادرشو. خب تصمیم گرفتم بیام این ور دیوار تا ببینیم قارا این ورم بگردیم، ولی قبل از اینکه بخوایم بگردیم وای بدون از این تایتان کوچولواست و چرا اینجوری میکنه؟ او داره سعی میکنه بیاد زیر آب. بودو جیمشیم، بودو فقط جیمشیم بریم. وای 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 وای. اوکی من الان در ندارم، جون سالم به در بردم. های قلبم داره از جاش در میاد. یه ویلیج دیگه؟ واو بنازم. سعی میکنم بیشتر گاوایی که بیرون ویلیجن رو بکشم چون نیازی بهشون ندارم، ولی چرمشون رو نیاز دارم چون نمیتونه. کجا بگو کجا. یا بچه ها مردیم، اصلا الان تضمین میکنم مردیم. بس سریعتر اونجا برم. برو رد کردیم. بچه‌ها اون تایتانی که دیدین خیلی دست و پاش عجیب بود و داشت این ور اون ور میدوید، از اون تایتان غیر عادیاست و اینکه اون خیلی سریعه، تقریبا میشه گفت سریع ترین تایتانه. اگه 2 تا دیگه آهن جمع کنم میتونم دستگاه مانو سه‌بعدیمو بسازم، ولی احساس میکنم برای الان زوده و الان کاری که باید بکنم اینه که اگه اینجا گاو وجود داشته باشه که آره 2 تا گاو وجود داره، دقیقا همون گاوایی که من میخوام و بعد سعی کنم همینجوری این گاوا رو بریت کنم چون چرم خیلی مهمه تو این گیم و اگه چرم کم داشته باشیم تقریبا میشه گفت که هیچ کار نمیتونیم بکنیم. خب توی این خونه سعی کردم آیتمامو اینجا بچینم، یعنی بذارم توی این چستا. اینجا کرافتی تیبل و یه دونه تخت و اینجا هم گذاشتم برای فرنسا که حالا اینجا آهن و گوشت و اینجور چیزا رو بپزه و حالا مونده این که این چند تا چیز میز اینجا تمیز کنیم، یکم اینجا رو مرتب کنیم، گلای چرت و پرت رو بکنیم که اینا رو تا پارت بعد من تموم میکنم. مرسی که تا اینجا ویدیو با من بودیم و تا یه ویدیو دیگه و یه قسمت دیگه بای بای.